امام رضا علیه السلام القاب و اسامی متعددی داره که شاید تا 50 تا لقب هم برای امام رضا علیه السلام شمرده شده. در رابطه با لقب معروف امام رضا، همون رضا، اولا این رو عنایت بفرمایید، بالاترین مقامی که یک مؤمن میتونه بهش برسه مقام تسلیم و رضاست. در اصول کافی هست که از امام صادق علیه السلام سوال کردن به ای شیء یعلم المؤمن بانه مؤمن، نشانه مؤمن چیه؟ با چی شناخته میشه یه مؤمن واقعی؟ امام صادق علیه السلام فرمود به تسلیم لله و رضا به قضاء الله فی سرور او سخط، به اینکه تسلیم خدا باشه، به اینکه در مقابل خدا رأیی نداشته باشه، به اینکه اون حکم خدا رو قبول بکنه، بپذیره، اعتراض نداشته باشه حتی تو قلبش، و راضی باشه. و رضا و قضاء الله فی سرور و سخط، تو خوشی و ناخوشی به اون مقدرات الهی، به فعل خدا راضی باشه. حتی خواهیم گفت که به هر حال بالاتر از رضا به فعل خدا، یعنی به اون مقدرات الهی، یه مقام بالاتری هم هست که آدم راضی به اراده خدا باشه، یعنی از خودش اراده نداشته باشه. این بالاترین مقامه. اگر کسی خوشنود از خدا باشه، راضی باشه از خدا، راضی باشه به اون فعل خدا و مقدرات الهی، آرامش پیدا میکنه تو زندگی، طمأنینه پیدا میکنه. شما آیه آخر سوره فجر رو همتون دارید، من تقاضا میکنم یه توجهی بهش بکنید. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که به طمأنینه و آرامش رسیدی. این آرامش رسیدنش ملازمه با چیه؟ ارجعی الی ربک راضیة، برگرد به سمت پروردگارت در حالی که راضی هستی. اون نفسی که به رضایت و خوشنودی از خدا رسیده و راضی هست، طمأنینه و آرامش هم داره، نفس مطمئن است. این یک. ثانیاً کسی که راضی از خدا و خوشنود باشه، مرضی خدا هم میشه، راضیتاً مرضیه، خدا هم از اون راضی میشه. کسی که رسیده باشه به مقام رضا، با خدا درگیر نباشه، خوشنود باشه به مقدرات الهی، خدا هم از او راضیه و میشه مرضیه. و از اون مهمتر یه نکته سومی تو این آیه هست، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة، یعنی اون کسی که میخواد رجوع کنه به رب، اون کسی که میخواد به قرب پروردگار برسه، باید به رضا برسه. یعنی شرط رسیدن و رجوع به رب، به خداوند متعال و مقامات بالای قرب، راضی بودن از خداست، درگیر نبودن. متاسفانه ماها گاهی موقع‌ها این شکلی میشه که تو حوادث زندگیمون با خدا درگیر میشیم، راضی نیستیم. یکی از ضعف‌های ما، انصافاً من عرض بکنم خدمتتون، یکی از نقطه ضعف‌های ما اینه که کمالات خدا رو به پای خودمون می‌نویسیم، دوچار عجب میشیم، بدیهای خودمون رو به پای خدا می‌نویسیم، با خدا درگیر میشیم. البته نمیخوام بگم همه، خوش به حال اون کسی که این بی‌انصافی و این نقطه ضعف رو نداره. این هستش که کمالات خدا رو به پای خودمون می‌نویسیم و دچار عجب میشیم. ماها نه اصل حیاتمون و وجودمون از خودمونه، نه کمالاتمون. ما از خودمون چیزی نداریم که. هم اصل وجودمون رو خدا داده، هم کمالات وجود رو. درسته که زمینه کمالات ما باید فراهم کنیم، ما باید تلاش بکنیم تا خدا علم بده، ما باید تلاش بکنیم کاری انجام بدیم تا خدا به ما مثلا فرض کنید کمالاتی رو به عنایت بکنه. ولی کمالاتی که ما داریم شعاع کمالات الهی است. شما تو مناجات مسجد کوفه ببینید، مولای یا مولای که امیرالمومنین با این تعبیرات داره، انت الغنی و انا الفقیر، من هیچی ندارم، خدای تو غنی، و هل یرحم الفقیر الا الغنی، جز تو کسی هست که به من چیزی بده جز توی غنی. مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل، امیرالمومنین داره اینو میگه، همون امیرالمومنینی که میگه هر چی میخواید از من بپرسید، میگه من جاهلم. انت العالم و انا الجاهل و هل یرحم الجاهل الا العالم، مگه غیر از تو علم و کسی هست که به من بده؟ اگر من علمی دارم از توه. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف، انت العزیز و انا الذلیل، انت المعطی و انا السائل، همه چی تویی. خب
این یه نکته که کمالات ما از خودمون نیست، از خداوند متعال هست. منتها ما یه اشتباهی که داریم اینه که از خودمون میبینیم، یعنی کمالات خدا رو به پای خودمون میگذاریم، میگیم من دارم، اینو دارم، وقت دچار عجب میشیم، کلاس میذاریم برای دیگران. مثل یه بچه کوچولویی، یه بچه‌ای که لباسشو باباش خریده، لباس نو، کفششو باباش خریده، دوچرخه‌شو باباش خریده، پول تو جیبی هم بهش داده. اون وقت این بچه که هیچی از خودش نداره بره کلاس برای بچه‌های دیگه بگذاره، ببین من چه لباسی دارم، ببین من چه کفشی دارم، ببین من پول دارم. خب داری ولی مال خودت نیستش که. ما گاهی موقع دچار این غرور میشیم که کمالات خدا رو به پای خودمون میگذاریم. من همیشه به رفقا عرض کردم که نشانه این که این کمالات مال ما نیست، امانت خدا به ما داده. علم ما، قدرت ما، حیات ما، زیبایی ما، هر چیزی که کمال حساب میشه خدا به همون داده. نشونش این استش که در هنگام نیاز اینا رو نداریم. اگه یه آتش سوزی بشه صورتت که خیلی زیباست بهش مینازی، صورتت زشت بشه. خب الان نیاز به زیبایی داری، به خودت برگردون. اگه مال خودت بود خب به خودت برگردون. تو پیری که دچار ضعف میشی باید زیر بغلامونو بگیرن این ور اون ور ببرن. الان نیاز داریم به قدرت. اگه قدرت مال خودت بود تو جوونی، خب الان که نیاز داری به خودت برگردون. تو پیری دچار فراموشی میشیم، علممون فراموشمون میشه. گاهی موقع راه خونمون هم یادمون میره، اصطلاحات علمی فراموش میشه. اگر علمی که بهش مینازیدی مال خودت بود، الان که نیاز داری به خودت برگردون. این که ما روز نیاز نمیتونیم کمالات رو به خودمون برگردونیم، معلومه که اون روزی هم که داشتیم از خودمون نبود. پس خیلی بهش نناز، خیلی بهش نناز. بدتر از این مغالطه که ما کمالات خدا رو به پای خودمون میگذاریم و دچار عجب و غرور میشیم، اینی که بدیای خودمون رو به پای خدا مینویسیم و با خدا درگیر میشیم. من خودم کوتاهی کردم، تو امتحانم مردود شدم. سبک زندگی ما تو جامعهمون عوض شده، ازدواج سخت شده، احیانا سن ازدواج بالا رفته. خب این که خدا مقصر نیست، این مشکلات رو خودمون به بار آوردیم، خودمون عمل نکردیم به دستورات دین. بلاها، مشکلات، گاهی موقع مریضی ها، خب خودمون هست که رعایت نکردیم نکات بهداشتی رو. وقت دچار مریضی و درد میشیم، یعنی یه آتیش خودمون یه جا روشن کردیم، حالا دودش داره میره تو چشممون، آتیشش خودمون روشن کردیم، بلا و مشکلات برامون فراهم شده، وقت با خدا درگیر میشیم. بدیای خودمون رو به پای خدا می‌نویسیم. خدا رحمت کنه من شیخ رجب علی خیاط رو این جمله از ایشون معروف، میگه من دلم برای خدا میسوزه، دیوار کوتاه‌تر از دیوار خدا نیست. ما بدیشو میکنیم، تقصیر رو به گردن خدا میذاریم. یکی از اصحاب امیرالمومنین رو در روایت تو بهار نقل شده، علامه مجلسی نقل کردن که عقرب او رو زد. پاشو تو کفش کرده بود، یه عقرب تو کفشش بود، پاشو زد. این آه نالش بالا شد، خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید، گفت آقا عقرب من. حضرت فرمود میدونی برای چی زد؟ گفت آقا نه من پامو کردم تو کفش، نمیدونستم تو کفشم عقربه من نیست. امیرالمومنین فرمود که در یه مجلسی از سلمان غیبت شد، تو دفاع نکردی، این عقرب دیشت زد. یه کاری کردی که این اتفاق افتاد.